سامانه مستقل خبری پامیر دیلی نیوز که رویدادهای مربوط به بدخشان را پیگیری میکند روز 30 دکامبر خبر داد که رزمنده معروف MMI از ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چهارشنبه را شب 30 دکامبر از روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. بنا به اطلاع منبع این نشریه، ورزشگر را در فرودگاه دوشنبه کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان پیشواز گرفتند و برای صحبت پروفیلاکتیکی به این اداره بردند. در حال حاضر به گفته منابع ما چهارشنبه در دوشنبه در بنای کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد. به نزدیکان چهارشنبه گفتند با او صحبت پروفیلاکتیکی میگذرانند و سپس جواب میدهند، ولی آنها ترس دارند که او را میتوانند شکنجه دهند. گفته می شود در خبر. تفتیش این خبر توسط منابع دیگر هنوز میسر نشده است. کمیته دولتی امنیت ملی در این باره تا حال شرحی نداده است، ولی قبلا منابع گوناگون خبر داده بودند که در تاجیکستان نسبت به چهارشنبه برای سخنان جنجال برانگیزش با اتهام برانگیختن کینه و عداوت بین محلها پرونده گشودند. ماه یول چهارشنبه حتی با پرچم تاجیکستان عکس گرفت تا سر و صداها درباره جدایی طلب بودن خود را رد کند. یادآور می‌شویم دادگاه شهر مسکو روز 29 دکامبر شکایت چهارشنبه را رد کرد و حکم دادگاه نویه استانکینا در مورد اخراج این ورزشگر از روسیه را به تغییر باقی گذاشت. به این ترتیب قرار اخراج این ورزشگر زاده بدخشان قوه قانونی گرفت و شبکه رن تیوی خبر داد که بنا به معلومات به دست آورده‌اش چهارشنبه را الکی شب 29 به 30 دکامبر به تاجیکستان می‌فرستند. دادگاه استانکینا روز 6 دکامبر حکم مجبوراً از روسیه بیرون کردن چهارشنبه را برآورد. دادگاه او را بر اساس قسم 3 ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه در ویران کردن قاعده‌های بود و باش در روسیه گناهکار شناخت و 5000 روبل جریمه هم بست. از روز صدور حکم تا زمان بیرون کردنش از روسیه چهارشنبه در بازداشتگاه سخاروو نگاه داشته میشد.